سلام دوستان، خوش اومدید به پارت جدید دیتی آنلاین. این پارت میخوایم یاد بگیریم چجوری بریم ماشینامون رو اسپورت کنیم. اسپورت هایی که داخل تمرینگاه معمولی نیست، مثل این اکسوزهایی که من میبینید الان اینجا گذاشتم اینجا، یا اینکه تعمیرات داخل ماشین که میبینید من اینجا رو کاملا شخصی سازی کردم اگه این ماشین رو دیده باشید. خب میخوایم ببینیم چجوری. اول همجوری نوشتم باید بریم تو قسمت travel and transport، میریم داخل سایت بنی. خب فقط هم باید بنی ماشین بخرید، اینم من گفته باشم. خب شاوروم که میخواد ماشین های جدید بیاره، استوک. اینجا میتونیم نمونه هم ماشینایی که اسپورت میکنه رو ببینیم. این ماشین قبل اسپورت و بزنم بعدش هم نشون میده این بعد اسپورت. خب خودش خیلی زاغارت اسپورت میکنه حقیقتا. ما میخوایم بریم الان این ماشین رو اسپورت کنیم ببینیم چه چی در میاد. این بی ام و اول باید این بی ام و رو بخریم. خب 650,000 دلار میشه. خب من برم ماشین اسپورت کنم میبینمتون. خب بچه ها، اول خواستم پارکینگ ماشین اسپورت همو نشون بدم که همینجا همشون رو اسپورت کردیم. بریم که داشته باشیم ببینیم چه اصلا چه ماشین اسپورتی میشه درست کرد. این یه دونه ماشین قدیمی بود، فکر کنم 5000 دلار خریدمش. بس ببینید من در ماشینش رو باز کنم، داخلش هم میره نگاهی بندازیم. نمیشه انگار، اینجا نمیشه، یا کلا در این باز نمیشه. خب این هم یه نیسانه که اینم خیلی قشنگ در آوردیم. این من یکی از ماشینام نیست، بکنم طبقه بالا باید باشه. حالا طبقه بالا بهتون نشون میدیم. کلا ماشینای خیلی خفنی میشه درست کرد. مثلا این ونای ساده بودم، مثلا اینم در ونا رو میشه واسه. کلا اینجا چیزی نمی داخلش هم همونجور که میبینید کاملا شخصی سازی خودمونه. کلا اینجا همه چی شخصی سازی نمیشه انگار. خب بریم پایینم بهتون نشون بدم. خب اصل کاری اصلا اینجاست. این ماشین میبینید همون فلکس واگن است که واقعا اون موقع خیلی ما گرفتیم داغون بود، ولی الان که میبینید خیلی تمیز. چه حواستون باشه یه آیتم هم داره اسمش انتحاری بمب. اونو بخریدی از گاراژ پرتتون میکنه بیرون و به ماشینتون انتحاری وصل میکنه دیگه. این بی ام رو میبینید که شیشه ایه این ماشینه. این خیلی قشنگه این موتوره. بچه بریم یه نمونه اسپورت هم با هم داخل گاراژ با هم بزنیم، بریم که داشته باشیم. خب بریم یکی از ماشینا رو انتخاب کنیم. خب نظر من ماشینایی که طول بیشتری دارن قشنگتر میشن. خب همینو ما برمیداریم. بچه من کامل نمیتونم براتون اسپورت کنم، یه توضیحات جزئی میدم. آخرش هم که اسپورت کردم عکسشو براتون میذارم حتما، چون که یکم طول میکشه. بعد بچه سعی کنید پارکینگشون رو بغل نایت کلاب بگیرید که همینجا بتونید به بنی دسترسی داشتید. تو شما میتونید زنگم بزنید، ولی حالا بعضی ها مثل من دوست دارم ماشین جلو چششون باشه اینجوری. خب میریم داخل ماشینایی که برای خب بچه اولی هزینه جزئی میدید که 185 مفته. بعضی از ماشینا رو من شده 1,000,000 دلار که خودش یه اسپورت ریز براتون کنه که یه جورای ماشین جون بگیره. الان که میبینید ماشین جونی میده. ای موقع که ترمز ماشین میشه. اینا گزینه‌های بیشتر فنی هست. بامبر
خب اینا فکر کنم ماشین سنگین میکنه که ماشین بخوابه. آره ماشین خواب بود. خب انجین ماشین، تنظیمات داخلی اینا، لول 4. بچه این دوتا گزینه رو نزنید، ماشین انتحاری میکنه. یعنی شماره تماس به شما میده، هر موقع زنگ بزنید با این شماره ماشین شما میترکه. کلا اینو کنید نمیتونید اسپورت کنید. بعد همونطور که گفتم تا ریزترین تنظیماتش هم شما میتونید خودتون انجام بدید. میبینید ما الان داریم داخلش حتی این عروسک، حتی فرمون ماشین هم خودمون دستاز انتخاب میکنیم که واقعا خیلی خفنه. یه گزینه هم داره این ورسل، این هم نزنید، یعنی فروش ماشین. خب این خفن شد ماشین ما. داخلش که میبینید یه عروسک، اینا همه رو خودمون گذاشتیم. واسه من داخلش رو به شما بهتر نشون بدم. پریام دور آل همجوری که میبینید داخلش پنوماتیکه. تایتل ویدیو هم براتون گذاشتم، باند گذاشتیم. اینور یه سوپر شارژر داره ماشین که خیلی خفنش کرده. خب برای پنوماتیکش هم که همونجوری که توی کف ویدیو بهتون توضیح دادم، دکمه A رو میگیرید، با آرسه میتونید این ور اون ورش یه درمون شکست بعدای سرتون. ای تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.